پرنسسا اینجوری آرایش میکنن. پرنسسا ترجیح میدن که میکاپشون سبک و نچرال باشه. که از پنکیک گابرینی استفاده میکنن. داخلش هم پد داره هم آینه. ببین فرقشو با این ور صورتم که نزدم. انگار پوست خودته. هم کاور خوبی داره، هم سبک، یعنی روزانه میتونید ازش استفاده کنید. ضد آبه. ببین. بعد بچا پشتش هم یه لیبل دو طرفه داره که این نشون دهنده اصل بودن این محصوله. این پرنسسا حتی رژگونه‌شون هم پرنسسیه. آخه تو ببینش، طبقه اولش رژگونه است، یه رژگونه ملیح و پرنسسی. طبقه دومش هم هایلایتره، طلایی نقره‌ای. ترکیبشو به نظرم خیلی باحاله. اوه پیگمنتو. باورت میشه که قیمتش فقط 120 تومنه، فقط تو شاپماتیک. صورتشو دوست دارم، ملیحه. تمام لوازم آرایشی پرنسسی هم از شاپماتیک تهیه کردم، پیجش تو کپشنه. محصول بعدی پرنسسیم ایشونه. این ریمل پرنسسیمه که تازه آینم داره. تازه رنگش هم قهوه‌ایه. یه پرنسس بالم حرارتی طرح دیور استفاده میکنه. خوشبو توتارنگیه، روی لبه صورتی ملیح و براقی میشه. تازه لبارم نرم میکنه. پرنسس‌ها از عطرهای خوشبو استفاده میکنن. این ادکن ماندگاری بالایی داره، اماراتیه، با یه قیمت اقتصادی. پرنسس هم دیگه باید حتما خوشبو باشم. من پرنسس به خاطر اینکه موهام بلنده، هر روز دغدغه‌م اینه که موهامو شونه کنم. ببین چقدر اینجا موه، با یه اشاره همه این موها رو اینجوری جمع میتونم کنم. توی دختر پرنسسی هستی، آف کورس که باید این لوازم اینترسی و پرنسسی داشته باشی.